خیلی خیلی خوش آمدین. امروز موضوعی که با هم میخوایم صحبت کنیم یا مطالعه کنیم اینه که لیست کوتاهی از هدف و عملکرد روح القدس در زندگی مسیحیان. روح القدس، اهداف روح القدس و عملکردش در زندگی ما بسیار زیاده. همینطور که عیسی مسیح خداوند در این جهان بود، شاگردانش رو درس داد، باشون زندگی کرد، تعلیم داد، گفتاری داشت با اونها، رفت آمد کرد. و عیسی مسیح الان با هم صحبت میکنیم. موقعی که از این دنیا صعود کرد رفت، روح القدس رو داد. روح القدس گفتش که با شما خواهد بود، در شما خواهد بود. اینا رو مطالعه میکنیم و همون کاری که عیسی مسیح خداوند با شاگردانش انجام داد در این 3 سال خورده‌ای و ما هم شما در تمام طول عمرمون روح القدس همین کار رو انجام میده. خب، روح القدس شخص سوم تثلیثه. همونطور که پدر، پسر، روح القدس. توجه داشته باشید، نمیگیم آن، او. یک شخصه، پدر، پسر رو هم مطالعه کردیم هفته‌های گذشته، و روح القدس که پدر به این جهان هرگز نیامده، پسر به این جهان آمد که خدا رو به ما نشون بده و بعد از اون چیکار کرد؟ صعود کرد به آسمان. پس بنابراین روح القدس رو داد که روح القدس بتونه با ما زندگی کنه، در ما باشه و این اصل مسیحیت هستش. متفاوت هست چون خدای زنده است. افسوسیان بخش 3 آیه 29 تا 30 میگه دهانتان به هیچ سخن بد گشوده نشود، بلکه گفتارتان به تمامی برای بنای دیگران به کار رود و نیازی را برآورده شنوندگان را فیض رساند. آمین. لوقا بخش 12 آیه 11-12 میگه چون شما را به کنیسه ها و حضور خادم شاگردانش میگه و صاحب منصبان ببرند، نگران مباشید که چگونه از خود دفاع میکنید یا چه بگویید، زیرا در آن هنگام روح القدس آنچه را که باید بگویید به شما خواهد آموخت. روح القدس به ما اگر اجازه بدیم به ما خواهد آموخت که چه چیزهایی بگیم در زندگیمون، مسائلی که پیش میاد، چه در کشورمون چه اینجا. خداوند به ما این حکمت رو میده اگر ازش چیه بخوایم. اتوماتیک کار نمیکنه. هدف اصلی روح القدس اینه که ایمانداران رو شبیه عیسی مسیح کنه. عیسی مسیح هم شاگردانش میخواست چه شبیه او بشن. عیسی مسیح شخص دوم تثلیث به این جهان اومده که چی نشون بده خدا به چه صورت عمل میکنه، خدا کیست، و همینطور گفته به ما نشون دادی، به شاگردانش نشون داد، به دنیا نشون داد. در کلامش هست که طرز زندگی کردن به این صورت به بشر میتونه این کارو بکنه. به هدایت چی؟ با هدایت روح القدس خدا. ظاهر شدن عیسی به شاگردانش، قبل از اینکه وارد بشیم که روح القدس به طور خلاصه چه کارهایی انجام میده، عمل کردش در زندگی ما هستش، اصلا این روح القدس چگونه به شاگردانش داده شد. ببینین الان شامگاه همون روزی که عیسی مسیح خداوند، میدونیم که جمعه قبلش روی صلیب جان داد و روز یکشنبه صبح از مردگان برخاست و شب اون روز که یکشنبه هستش عیسی مسیح چیکار کرد؟ عیسی باز به آنان گفت، به شاگردان ظاهر شد و گفت سلام بر شما. توجه کنید، همان گونه که پدر مرا فرستاد من نیز شما رو میفرستم. چون این را گفت دمید و فرمود روح القدس را بیابید. قبل از اینکه عیسی مسیح خداوند روی صلیب جان بده، در قبر گذاشته بشه، روز سوم از مردگان برخیزه، روح القدس در دنیا بود ولی در درون هیچ کسی نبود. عیسی در همون زمان، در دفعه اول بسیاری فکر میکنن، سوال میکنیم، حتی از پسترها سوال کردم چه زمانی روح القدس به شخصیت میگن چیه؟ اعمال رسولان بخش 1، زمانی که روح القدس بر اونها قرار گرفت. و اون یک
کار دومی که روح القدس، یعنی کارهای دیگری که از جزء کارهای عیسی مسیح که هدیه میده، قدرت میده، قرار میگیره بر کسی. در عهد عتیق روح القدس میامد قرار میگرفت بر انبیا چیزهایی که راجع به کلام خدا مینوشتن. مثلا شاول اومد رفت، بعد از او گرفته شد گذاشت به کی؟ به پادشاه داوود. ولی در عهد جدید موقعی شما ایمان میاری که عیسی مسیح خداوند روی صلیب جان داده، روز سوم از مردگان برخاسته، یعنی رو قبر گذاشته شده، روز سوم از مردگان برخاسته، در همان زمان است که روح القدس چی دریافت میکنه. و همین دلیل روح القدس در داخل اون میشه و هم از بیرون و از هم داخل چه کار انجام میده. حالا با هم مقایسه میکنیم. پس این زمان بود که عیسی مسیح چیکار کرد؟ دمید به شاگردانش. ببین عزیزان، شرطش اینه که اونها دیدن عیسی مسیح خداوند روی صلیب جان داده، بعد اومدن دیدن، شنیدن که صبح یک شنبه و مردگان برخاسته و شب هم عیسی مسیح بر اونها ظاهر شد. یعنی چی؟ اینها همون راهی که یک کسی ایمان میاره رو درک کردن، دیدن، بنابراین روح القدس رو دریافت کردن. و همین دلیل زمانی که یک کسی یا ما ایمان آوردیم روح القدس رو دریافت کردیم. بعضیا میگن روح القدس کجایی؟ روح القدس در من و شماست. کلام خدا تکرارا میگه، حالا امروزی که با هم مطالعه میکنیم، روح راستی که مدافع دیگری نزد شما مسکن میگزیند و در شما خواهد بود. روح دیگری، توجه داشته باشید. یوحنا بخش 14 آیه 16 تا 17 میگه و من از پدر خواهم خواست که او مدافع دیگری به شما. مدافع دیگری یعنی چی؟ من الان مدافع شما، یه مدافع دیگری میده که شبیه من هست. عیسی مسیح میگه به شاگردانش به شما خواهم داد، همیشه با شما باشد. یعنی روح راستی که جهان نمیتونه اون رو ببینه، زیرا نه او رو میبینن نه میشناسن، اما شما او رو میشناسید، چرا که نزد شما مسکن میگزیند و در شما خواهد بود. من هر موقع فکر اینو میکنم واقعا موهای تنم سیخ میشه که همچین قدرتی که خدا به طور کامل در من و شما قرار داد و ما قادر هستیم اونجوری که عیسی مسیح خواسته از ما زندگی بکنیم. پس بعضی بگن نمیخوایم، دلیلش خود آدم هستش. روح القدس داده شده، شاگردانش حق داشتن هر جوری میخواستن زندگی کنن زندگی میکردن. عیسی مسیح باهاشون بود. خیلی هاشون نگاه کنه، حتی پتروس عیسی مسیح رو انکار کرد، ولی فرق نمیکنه. عیسی مسیح اون رو انتخاب کرده، اون میدونه اون چی میشه، آینده رو میتونه ببینه، میدونه. مثل یک نقاش آدم نگاه میکنه یا کسی داره یه شکلی میکشه یا کاری میکنه، موزیسین اصلا میگه آقا این چی کار میکنه، بعد موقعی که آخرش اون نتیجهش رو میبینی، خدا عزیزم ما رو انتخاب کرده، ما رو انتخاب کردیم و نتیجهش رو خواهیم دید. کسانی که چیه در او بمانند، از اجازه بدن روح القدس که خداست در اونا عمل کنه. یوحنا بخش 16 آیه 7 میگه با این حال من به شما راست میگویم، عیسی مسیح میگه که رفتنم به سود شماست، زیرا اگر نروم آن مدافع نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما میفرستم. که این کاری که عیسی مسیح انجام داد به نفع شما من برم. عیسی مسیح، چون عیسی مسیح فقط یه جایی میتونست باشه، در یه آن از نظر فیزیکی، درسته، ولی روح القدس میگه در همتون خواهد بود، در همه جا خواهد بود، با شما خواهد بود، هم درتون هم با ما. در دنیا رو کنترل میکنه ولی درون مشهد نیست. برای همین که هر کاری رو که تمایل ذاتی بشر هستش اتوماتیک میخواد اونا رو انجام بده، جلوش هم نمیتونه بگیره. بابا پشیمون میشه، چرا این کارو کردم، چرا این کارو گفتم، چرا این کارو انجام دادم، چرا اونجا بودم. همیشه به خودش آدم میگه امکان نداره کسی بگه همیشه جای درستی رفتم، همیشه حرف درستی زدم. به چه دلیله؟ به خاطر اینکه با عیسی مسیح بودم، برای اینکه چی عزیزم اجازه نمیدیم روح القدس. ما اینطور هستیم، اگه اجازه بدیم او کنترل میکنه. نه من این کارو میتونم دائما بکنم، خیر، ما هیچکی تقریبا نمیتونه، ولی هرچه بیشتر بهتره. خداوند راهو به ما نشون میده. عیسی میگوید روح القدس کار ارزشمندی در شما چون احتیاج داره من برم و بیاد، ارزشمندی در شما انجام میده.
روح القدس در طول زندگی ما رو تقدیس میکنه، sanctified بهش میگن. یعنی یه چیزی نیستش تا ایمان آوردیم ما دیگه تمومیم، روحانی شدیم و خلاصه یه چی میگم چی بگم حلالم دور کلمون بزنن و بعضی میگم برادر شما چقدر روحانی شدی، میگم چه جوری شدم روحانی میشم؟ موهای سرم سیخ شده، عمامه داره سرم، نمیدونم میاره شکم رفته کم دیگه این آره روحانی میشم موقعی که این کارو میکنم. دام همش همینه. ولی مسئله اینجاست که چجوری یک کسی روحانی میشه؟ زندگیش روحانیه، معنی نداره. همه ما روحانیم، برای اینکه کسی که ایمان آورده روح خدا درش هست، فقط باید اجازه بده استفاده کنیم ازش، اجازه بدیم عمل کنیم. لوقا بخش 5 آیه 30 تا 32 عیسی مسیح اما فریسیان و گروهی از علمای دین که از فرقه آنها بودند شکوه کنان به شاگردان عیسی گفتند چرا با خراجگیران و گناهکاران میخورید و میآشامید؟ به عیسی مسیح میگه چه رفته نشسته با آدمایی که مثلا گناهکارن، چون دیدین که آقایون چه هر جای دنیا میرن آقایون بقیه رو گناهکار میدونن، خودشون واقعا گناهکار نیستن. متوجه هستی؟ اونم آقایون اومده بودن به عیسی مسیح میگفتن که آقایون یهودی بقیه اینا همه گناهکارن، همه مردم گناهکاره فقط اونا نیستن. متوجه هستین؟ حالا از نظر اونا چرا مثلا یک کمی مشروب میخورن، یک کمی این حرف میزنن، یک کمی برای اداره مالیات کار میکنن، یک کمی داره این کار میکنن، مثل اولاد لباسهای مخصوص نپوشن. نیامدم تا پارسایان را بلکه تا گناهکاران را به توبه دعوت کنم. از اون توبه به نظر میاد ایسته بعد تا میگه توبه کنم. به چه جوری عیسی مسیح میگه توبه؟ توبه یعنی چی؟ توبه یعنی که اقرار میکنه آدم. من مطمئن هستم همه ما کارایی کردیم که پیش میزنیم تو سر خودمون چه غلطی کردیم، ما چه کار اشتباهی کردیم، اینو بهش میگن توبه. پشیمون شدی از کاری که انجام دادی، ولی تو مغز خود آدم این چه کاری داره انجام میده؟ هیچی. دوباره انجام میدی، من انجام میدی. اینجا چیزی که میگه عیسی مسیح خدا میگه بابا من برای این آدما اومدم، برای این آدمایی اومدم که نمیتونه. روح القدس هم داره بازم نمیتونه. من برای کسانی اومدم که چیه؟ اینها احتیاج به من دارن، به تندرستی احتیاج دارن، از نظر فکری، از نظر روحی و از نظر جسمی. نه اونه که فکر میکنن آقان لباس پوشیدن و کلاه سرشون گذاشتن. رومیان بخش 15 آیه 16 میگه که خدمتگزار مسیح عیسی برای غیر یهودیان باشن. پولس این رو میگه و خدمت کهانت اعلام انجیل خدا را به انجام رسانن تا غیر یهودیان هدیه مقبول در درگاه خدا باشن، که از من به شما صحبت میکنه، یعنی غیر یهودیان که توسط روح القدس تقدیس شده است. یعنی چی؟ ما داریم در حال تقدیس شدیم. یعنی دوباره خدمتتون میگم موقعی که ما میاریم دوباره مقدس نشدیم. مقدس در ما زندگی میکنه ولی تازه شروعه. بستگی به ما داره که هر چقدر اجازه میدیم که میگن sanctify، که چی؟ هی تمیز بشیم، هی یواش یواش چیزهای روح القدس بتونه یواش یواش جایگزین کنه روح ما یا ذاتی ما که کارهایی رو میخواد انجام بده در این دنیا. کاری میخوام چیزای خوبی هست. دیدین که یک چیز داره هدیه میده، نمیدونم غذای مجانی میده، میره خیمه میزنه، نمیدونم سینه زنی شروع میکنه، پول میده. این برای چیه؟ تو تلویزیون میلیاردها دلار پول میدن، همه میدونن. اینم کار خوبیه یا درسته، ولی از نظر خدا یه کار کثیفیه. تو اگر برای خدا انجام دادی، درسته، برای خودت انجام دادی یا برای خدا انجام دادی، برای معروفیت خودت انجام دادی، اینم کار کثیف. حالا اون بیچاری هم که هیچی نداره، هیچی نمیتونه بده، درسته، ولی آدمی هستش که توبه میکنه، از خدا احتیاج به خدا داره. اون چیه؟ اون واجبتر از تو هستی که دارایی ولی داره همه دنیا اعلان میکنی. نه برای خداست، برای چیه؟ برای خودته که خودتو بالا ببری. شخصی که توسط روح القدس تقدیس میشه چیه؟ شکلش پیازه. شخصی که از روح القدس تقدیس میشه یعنی داره سانکتیفای میشه، تمیز میشه، یعنی پیازه. پیاز چی کارش میکنه؟ اول پوستشو میکنی، درسته؟ پوست اولش میکنی، ای بابا این هنوز این پوست داره بازم، ای دوباره پوستشو میکنی.
خب تا این یواشاش بریزی به اونجایی که به درد بخوره دیگه. خب ما عین همین عکس گذاشتم که یاد میاد روح القدس تقدیس کردن عین همینه، پیک تیکه تیکه داره پوستو میکنه. این که ما یهو یک چیز عالی نشدیم، یواش 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 تیکه تیکه. غلاطیان میگه حالا که میرسین، میگه موقعی که این تقدیس شدی، این لایه ولایه، این چیزهایی که احتیاج داره از بین بره، جایگزین بشه با روح القدس، جایگزین بشه با محبت خدا، با فیض خداوند. اون موقع میگه چیه؟ غلاطیان بخش 5 آیه 22 میگه اما ثمره روح محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی و خویشتن‌داری. من یه چیزی رو که واقعا تا بهش رسیدم، اینو جدی حقیقتا بهت میگم، چون خودم نبودم تا سال بعد، یعنی فرق کردم اونجا به این صورت، نه از نظر شخصی چرا، ولی از نظر زناشویی هم همینطور. خیلی وفادار همیشه بودم، ولی به خداوند وفادار نبودم. متوجه هستین؟ به کلیسا وفادار نبودم، میدونی چی میگم، به گروه وفادار نبودم. به دوست هستیم، خب بله وفادارم، نمیدونم یه کاری به انجام بدیم، سر کارم وفادار نباشم، کنم درم که خداوند ما رو وفادار کرد، فروتن کرد. بعدم میاد بگم رئیس بقیه کار پیدا کردم، رئیس جدیدتر، گود مورنینگ باس اصلا بگیم میمردم، خفه میشدم قبلش. ولی خداوند چیکار کرد؟ لایه برداشت. هر روز هم همینطوره، داره پوست میکنه. گاهی موقع میگه ما دیگه چقدر پوست داریم آقا، پالونامون که رفته هیچی، رسته پوست اون پوسترم داره خداوند دیگه. آقا تمیز که شدیم، اون موقع که امکان نداره هیچ موقع به اونجا نخواهیم رسید، ولی چیه، هی به قول معروف ایمپروو، بهتر میشیم، بیشتر میآموزیم. به وسیله چی عزیزم؟ پس ثمره روح، کسی که روح القدس هدایت میشه، محبت داره، شادی داره، آرامش داره، صبر داره، مهربانی داره، نیکویی داره، وفاداری داره، فروتنی، خویشتن‌داری و هر چی دوست داره. یک انسان کامل میشه دیگه، آدم نیست، انسانه. میگن یه طرف چقدر انسانه. روح القدس به ایمانداران این قدرت رو میده که مانند عیسی زندگی کنن و شاهدان جسوری برای او باشن. عزیزان مسیحیت بر اساس اینه. چرا خداوند میخواد ما با شادی زندگی کنیم؟ چرا میخواد که از روح خداوند پر باشیم؟ به خاطر چی عزیزم؟ به خاطر که بتونیم شاهد زنده عیسی مسیح باشیم. در هر جا، در هر قسمتی، به پولداری، به نداری، نمیدونم به اینا بستگی نداره. اتفاقا هر چی آدم کمتر داره در این دنیا شاهد بهتری است. به خاطر که میگه آقا همه دارن، این همه دارن در دو چیزا میزنن تو سر خودش. این میگه آقا من دارم کار میکنم، با صداقتم کار میکنم، زحمت میکشم، ولی آدم شادیه، آدم راحتیه، با مردم باش، آدم وفاداریه. و ایزا نگاه بکنی زناشویی هم بر اساس اینه، بر اساس این نیستش. الان دنیا شده به من چی میدی، من چی میگیری، رفاقت هم همینطور. وفاداری در ازدواجه، در اینی که با هم میسازی، موقعی که ازدواج میکنی، در سختی ها، در بیپولی، در مریضی ها با هم هستیم، به هم یاری میدیم. بله، اینو میگن مهربانی، اینو میگن وفاداری، اینو میگن عشق، اینو میگن هر چیزی که اسمش هستش. که آدم نگاه میکنه واقعا کسی که اصلا نمیشناسه، در موقعی که ازدواج میکنه تعهدی بسته و روح القدس و خدا بینشونه، این اتحاد یه چیز مخصوصیه، معنی اصلا خارج از این جدایی در وجود نداره. آدم به خودش بدی میکنه ولی دیگه اجازه نمیده به خودش که چیه، اون طرف مقابلشو، خانومشو یا همسرشو آزار بده. چیه اینجا این عکس؟ از کوه نگاه کنی، یکی دیگه کمک میکنه، اون طرف هم که هستش به اون اعتماد میکنه. ما هم به روح القدس اعتماد میکنیم، هم به هم دیگه. ببینید چجوری باشه که رفاقت ما در عیسی مسیح اینقدر باشه که حاضری دستو بدی طرف دیگه بیاد، چیزی که هم دیگه کمک میکنن، نه اینکه به هم دیگه رقابت بکنن. مثلا من واقعا میگم خدا رو شکر، الان خب در اصل برای ما اولین حالتیه که اتفاق افتاد، اولین کسانی هستیم که ایمان آوردیم. بسیار مشکل درک کنیم،
ولی اینا خب نسلا هستن. نیا کنی یه دونه جای پارکینگ نیست. بعضی من فکر میکنم میگم خدا رو شکر حداقل الان میبینیم، قبلا در کلیسا شما ساعت 3 بعد از ظهر نمیبینیم، صبح اومدیم یه دونه پارکینگ اونجا بود، میدونه فرد برای شما گفت یه دونه اونجا داری زاجورم که این تو چیز پارک میکنن، یه دونه پارکینگ نیست. بابا اینا نه گرین کارت میخوان نه پول میخوان، پولم دارن میدن. اینجا بخاطر این کارت اونجا هستش، میگه چیزایی که دادین، میپرسه هدایایی که دادین. اینا مگه احتیاج چی دارن میان کلیسا؟ مریضن اینا، دیوونن؟ آقا بیبردم بیچ حال کن، برو فلان، اینا پول داری، ماشینا رو ببین، زندگی رو چی کار داری میکنی اینجا اومدی؟ همدیگه رو محبت میکنه. عزیزم فقط محبت نیست، ایرانی‌ها محبت دیگه هم بغل کنیم ماچ کنیم، نه. موقعی که چه حضور میرسونیم پیش همدیگه هستیم با هم کمک میکنیم، اینو میگم محبت. ها میگه کی میگه دلم برای تنگ شده به هم سر میزنی، محبت دیگه، درسته؟ خب هفته یه بار بیام دیگه سر بزنیم. ها چقدر عالیه. میگه هفته یه بار میخوام برم سن که دوست دارم ببینم، متوجه ببینم، ولی نه و بسیاری اطلاعات میخوان کسب کنن، نمیدونم فلان بکنن. این عادت اشکال هم نداره. میدونید چی میخوام میگم؟ این اشکالی نداره، این عادت ماست. و من گاهی موقع متوجه میشم، چون من اینجا زیاد بودم، متوجه میشم بابا این کسی که از ایران اومده 40 اصلا این تولد پیدا کرده در سیستمی که در ایران هست، اینا کاملا متفاوتن با تمام بشرهای دنیا تقریبا. به نظر من کسانی که از ایران میان، چون واقعا حکومتی که ما داریم، زندگی که تو ایران داریم، بسیار گاهی موقع میشم میگم چجوری این آدم‌ها زنده‌ان؟ از هر نظری برات مشکله، هیچ آینده‌ای، هیچ چیزی وجود نداره. از همه بحث میخواد چیکار کنیم؟ میخوام برم خارج. من سوال کنم خارج کجاست؟ خارج فقط خارجم. بیا بیرون. حقم میدم میگه برم آقا خارج. متوجه هستین؟ ازدواج میکنی میخوام برم خارج. بابا مگه ازدواج نگی؟ آره ولی میخوام برم خارج. خارج از چی؟ ازدواج؟ خارج از زندگی؟ میخوام برم خارج. ازدواج کردم ولی میخوام زن و بچه‌م برم خارج. میدونی چیکار کنن؟ مجبور، راه دیگه ندارن، نه کار، نه زندگی، نه هدفی، نه هیچی نیستی. خیلی مشکل هستن. الان نگاه کنید اکثر ما که اینجا هستیم یه مدت زیاد اینجاییم، درسته؟ یعنی میتونیم درک کنیم، حداقل این امنیت فکری رو داریم. حالا ممکن از نظر کاری نباشه که بابا چندین سال که اینجا هستیم، اینقدر اینجا کشوری که خداوند برقرار کرده، ناراحت نباش، تو که قادری کار بکنی اینجا همیشه هست. حالا یه خود بیشتر یه خود کمتر، ولی بهش عادت کن، یه طبق اونی که داری در بیار زندگی میکنی و خدا رو شکر. ولی یاد باشه از مسیحیت اینجا صحبت میکنه چیه؟ همکاریه و اعتماده. شاهدان زنده چجوری میتونی باشی؟ کمک، یاری. اعمال رسولان 1:8 میگه اما چون روح القدس بر شما آید به شاگردانش این قدرت رو خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دورترین نقطه جهان. اول میگه که از کجا؟ از بین خانواده خودتون، بعد فامیلا یواش یواش، بعد از فامیله یواش یواش نمیدونم بزرگتر میشه هر جایی که قادر هست این کارو بکن. شاهد زنده. روح القدس از طریق کلام خدا با ما صحبت میکنه. به وسیله کلام رو که مطالعه میکن روح القدس. دوم تیموتائوس 3:16 میگه تمامی کتب مقدس الهام خداست و برای تعلیم و تعدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است تا مرد خدا به کمال برای هر کار نیکو تجهیز گردد. تمامی کتاب، همه کتاب الهام خداست و برای تعلیم. نویسندگان به دست بشر نوشته شده ولی خدا الهام خداست برای تعلیم، تعدیب، اصلاح، تربیت و در پارسایی سودمند است تا مرد زن خدا به کمال برسد. یوحنا 14:26 میگه این چیزها رو زمانی به شما گفتم که هنوز با شما هستم. عیسی مسیح رو گفت. اما این مدافع یعنی روح القدس که پدر او را به نام من میفرستد، اونجا عیسی مسیح قبل گفت من این روح القدس میفرستم، اینجا میگه خدا، همه از خدا یعنی پدر و پسر جفتشون روح القدس رو فرستادن. او همه چیز را به شما خواهد آموخت و هر آنچه من به شما گفتم به یادتون میاره.
پس واسه روح القدس از چیزایی که میخونیم، چیزایی که درک میکنیم، چگونه عیسی مسیح خداوند به وسیله کلامش میخونیم، زندگیش و مثالهاشو میکنیم، روح القدس اونها رو چیه به یاد ما خواهد آورد. آنان که از روح خدا هدایت و راهنمایی میشوند فرزندان خدا خواهند شد. من و شما فرزندان خدا هستیم. روح خدا ما رو هدایت میکنه. رومیان بخش 8 آیه 14 16 میگه زیرا آنان که از روح خدا هدایت میشوند پسران خدایند، پسران و دختران. چرا که شما روح بندگی رو نیافتید تا باز ترسان. بعضی میگن مثل خودشون غلام عیسی مسیح میدونن. ما غلام عیسی، فرزندان خدا هستیم، وارثان او هستیم و ما ارث خداییم. خدا ارثشو میگه، ما بیام به این دنیا میشیم ارث خدا. خداوند میخواد ارثشو پس بگیره. خیلی مهمه. میگه ارث من این، یعنی در کتاب افسوسیان چقدر ارزش گذاشته برای ایمانداران. و نتیجهش میبینید هر کشوری که، هر جایی که ایماندار هستن، آخه همه دنیا دارن نگاه بکنید، تمام دنیا دارن نتیجهش از اونجاست. درسته میگن فلان جا همه چیز ساخته میشه، ولی کجا ساخته اینا رو؟ کجا اینا رو دیزاین کرده؟ و خداوند به برکت میده. همیشه میگه آقا نرو مثلا دنبال یه مکانیک بگرد که مکانیکش علامت صلیب داره ولی نمیدونی چی کار میکنه. برو دنبال یه مکانیک بگرد که آقا کارش خوبه. شما میری مکانیکی نمیخواد بریم پیش مثلا حتما باید مسیحی باشه. از کجا میدونی مسیحی است مگر اینکه بشناسش؟ متوجه هستین غیر مسیحیان از خداوند استفاده میکنه که خدمت کنه به چی؟ فرزندانش. روح القدس ما رو تشویق میکنه که انضباط در پیروی از او اراده کنیم، انضباط داشته باشیم. چقدر برای ما که از ایران اومدیم انضباط، مخصوصا عزیزانی که در 40 خورده سال بودن، بسیار کار سختیه. انضباط اینجا چی میشه؟ فیر یعنی چی؟ ترسو. میگه دوم تیموتائوس آیه 1:7 میگه زیرا روحی که خدا به ما بخشیده، از روح القدس صحبت میکنه، نه روح ترس بلکه روح قوت و محبت و انضباط. پاورپوینت اینا هست، اینجا آیات هم هست، بعدا میتونه ایزان. فیر یعنی ترس رو چیکار میکنه؟ از بین میبره. ترس از فردا، ترس از این، ترس از اون، چه اتفاقی میافته. انگار ما در کنترل همه چی هستیم. کنترل میکنیم آقا، ولی اجازه بدین روح القدس خداوند همین کار انجام میده. عزیزان موقعی که روز از روح القدس صحبت میکنیم، همون خداست که هم در 3 شخص اومده. روح القدس همون کاری رو انجام داد که چیه؟ عیسی مسیح انجام داد و حالا چیه؟ در همه هست و داره در 2000 سال گذشته که شاید بیشتر انجام میشه. اول قرنتیان بخش 14 33 زیرا خدا نه تنها بی‌نظمی بلکه خدای صلح و آرامش است، همان گونه که در همه کلیساهای مقدسین چنین است. آرامش، صلح و آرامش و نظم از این بسیار بسیار برای خداوند مهمه. نظمی که اینی که ما هنوز نظممون اینی که باید دیر بیان، عادت نداریم. میدونی مشکل برای بعضیا، این حق داریم، متوجه هستین. ولی خود منم همینطور خیلی میجنگم باش بخوام سر وقتی یه چیزی بیام. امروز مثلا ساعت 10 بعد میامدم یه جایی، نمیدونم شما از ساعت 8 میدارم آقا همینطوری دنبال یه چیزی هم میگردم که خود آخرین دقیقه دیگه اون 30 ثانیه به قول معروف آمریکا ملکش، تمام وقتمون تا اون 30 ثانیه آخر یه جوری چیز کنیم. میشیم تو ماشین گرم میکنیم، حالا در ماشین داریم بذار خب بیشتر گرمش میکنیم، خلاصه میخوای کشش بدی، نمیدونم چیه. متوجه هستین هنوز این عادت خیلی سخته باش جنگ کردن که سر وقت بودن. پس ترس از اون روح القدس ما رو در سردرگمی رها نخواهد کرد، بلکه حقیقت رو برای ما آشکار خواهد کرد. روح القدس ما رو سردرگم نمیکنه. یوحنا بخش 16 آیه 13 میگه اما چون روح راستی آید شما رو به تمامی حقیقت راهبری خواهد کرد، زیرا او از جانب خود سخن نخواهد گفت بلکه آنچه را که میشنود بیان خواهد کرد و از آنچه در پیش است با شما
سخن خواهد گفت. عزیزم با او صحبت کنیم، در آینده ما هم تا یه حدی میده. چرا؟ میگه آقا صبر کن، تحمل داشته باش، تو فرزند منی، درست میکنم. واقعا میگم برای کسانی که تا درست سخته، درست اینه، درست اونه، کاری به این کار ندارم، من تحمل و شادی و صبر و حوصله رو بهت میدم. بی خودی از این در به اون در نزن. سردرگم ایز روح القدس با چی از سردرگمی ما رو در میاره. چیزی که مخصوصا 40 خورده ای سال بودیم یا 2000 خورده ای سال در زندگیمون همیشه گذشته برمیگردیم، در گم شدیم در گذشته. حتی چیزی میشه به ما این بودیم اون کار کردیم. آقا فردا و امروز فرق میکنه. عیسی مسیح گفت امروز شما ناراحت امروز فردا نباش، برای که امروز خودش به حد کافی دردسر داره. هدف اصلی روح القدس ایمانداران رو شبیه عیسی میسازه. سعیش اینه. روح القدس در طول زندگی ما رو تقدیس میکنه، تمیز میکنه در طول زندگی. مثل اون پیازه، یادتونه پیاز پوست پیله میکنه. روح القدس به ایمانداران این قدرت رو میده که مانند عیسی زندگی کنن. من دوباره دارم همه چیزها رو تکرار میکنم. هدف اصلی روح القدس ایمانداران رو شبیه عیسی میسازه. روح القدس در طول زندگی ما رو تقدیس میکنه، پاک میکنه مثل اون پیاز. روح القدس به ایمانداران این قدرت میده که مانند عیسی زندگی کنن و شاهدانی جسور بر او باشن. روح القدس از طریق کلام خدا با ما کار میکنه، صحبت میکنه. عزیزان بسیار مهمه. 10 دقیقه در روزمون فرق میکنه. 10 دقیقه وارد شدم، واقعا میخوام ببینم چی میگه. من کاری ندارم، من دارم میخونم. کلام خدا زنده است و روح القدس داره همون زمان در زندگی ما داره عمل میکنه. عزیزان دوباره روح القدس وجود خداست در من و شما، وجود عیسی مسیح در من و شماست. آنان که از روح خدا هدایت و راهنمایی میشوند فرزندان خدا هستند. فرزندان خدا به وسیله چی؟ روح خدا که در ما هست هدایت و راهنمایی میشه. روح القدس ما رو تشویق میکنه به انضباط در پیروی از اراده خدا کار میکنه. آخر روح القدس ما رو در سردرگمی رها نخواهد کرد، بلکه حقیقت رو برای ما آشکار خواهد. آمین. روح القدس ما رو رها نمیکنه به حال خودمون. میخواد که عزیزان طبق راهی که خداوند برای ما داره میخواد عمل کنیم. امیدوارم امروز واقعا اجازه بدیم روح القدس در ما کار کنه. میگیم عیسی مسیح بیا، عیسی مسیح گم کرد. درسته گاهی موقع در سرودها میشنویم سروده میگه، یعنی آدم خب دلم برای خدا تنگ شده. راست میگه، منظورش اینه خدا همونجاست، خدا هست، ما رفتیم یه جای دیگه دلش تنگ شده. درست میگه. گاهی موقع دیدم برای خدا دلش تنگ میشه، برای یک کسی باهاش دلش تنگ میشه. برای خانوم ما توی خونه هستیم دلم تنگ میشه، یهو بلند میشم بعد برم دوست دارم مثلا یه 10 دقیقه پیشش بشینم، میگم امروز I missed you. why I'm here. yeah من اون اتاق دیگه بودم، دلم میخواد بیام بشینم. I missed you. خدا هم همینطور هستش ولی نیست. خداوند عیسی مسیح متشکریم از روح قدوس تو پدر که وسیله روح قدوست ما رو هدایت میکنی. روح القدس پر بساز افکار ما رو. میدونیم که خداوند یه حالت دیگری هست که هفته آینده با هم صحبت میکنیم. نه فقط در ما هستی، بر ما قرار میگیری خداوند. هدایای مختلف میدی، هدایایی که برای مقدارش برای وجود خودمون هست، ما رو بلند میکنه، ما رو هدایت میکنه. و هدایایی که خداوند برای کلیسا استفاده میشه، هدایایی که شخصی است و هدایایی که برای جمعی استفاده میشه، برای بلند کردن بدن توی خداوند. واقعا سپاسگزاریم که ما رو تنها نگذاشتی. عیسی مسیح موقعی که صعود کردی گفتی که روح القدس رو بهتون میدم که در شما. به همین دلیل خداوند متشکریم که قادر هستن خداوند در یک آن در هر جایی در ما باشن به وسیله روح القدس و عمل کنیم. متشکریم. هفته رو حضور مبارک تو میاریم خداوند، بتونیم این هفته پر از
برکت و شادی و معرفت الهی رو در بر داشته باشیم. همه رو به نام قدوس عیسی مسیح طلبم. آمین.